من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا هنگامی که جاء بیاید نصر الله نصرت و کمک الله والفتح و فتح و پیروزی و رأیت الناس و ببینی مردمان را یدخلون که داخل می شوند فی دین الله در دین الله افواجا گروه گروه فسبح پس تسبح بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به حمد ربک به حمد و ثنای پروردگارت و استغفره و طلب مغفرت بکن از الله انه یقینا که الله سبحانه و تعالی کان است توابا بسیار قبول کننده توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء وقتی که بیاید نصر الله کمک و مدد الله سبحانه و تعالی والفتح و فتح و پیروزی جانب الله سبحانه و تعالی و رأیت الناس و میبینی تو مردمان را یدخلون داخل میشوند فی دین الله در دین الله سبحانه و تعالی افواجا گروه گروه فسبح پس تسبیح به ای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به حمد ربک به حمد و ثنای پروردگارت و استغفره و طلب آمرزش بخواه از او انه کان یقینا الله سبحانه و تعالی کان هست توابا بسیار پذیرنده توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زمانی که جاء بیاید نصر الله نصرت الله سبحانه و تعالی و الفتح و پیروزی و رأیت الناس و ببینی مردم را یدخلون که داخل می شود فی دین در دین الله سبحانه فی دین الله در دین الله سبحانه و تعالی افواجا گروه گروه فسبح پس تسبیح بگو به حمد ربک به حمد و ثنا و صفت پروردگارت و استغفره و طلب مغفرت بخوای انه یقینا که کان توابا خداوند جل جلاله بسیار توبه پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا هنگامی که جاء بیاید نصر الله نصرت و کمک الله سبحانه و تعالی و الفتح و فتح و پیروزی و رعایت و میبینید الناس مردم را یدخلون که داخل میشوند فی دین الله در دین الله سبحانه و تعالی افواجا به صورت گروه گروه فسبح پس تسبیح بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به حمدک ثنا و صفت به حمد ربک ثنا و صفت ثنا و حمد پروردگارت را و استغفر و طلب مغفرت کن انه یقینا که کان است الله سبحانه و تعالی توابا بسیار توبه پذیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا هنگامی که جاء بیاید نصر الله نصرت الله سبحانه و تعالی و الفتح و فتح و پیروزی و رأیت الناس و ببینی مردم را یدخلون که داخل میشوند فی دین الله افواجا در دین الله سبحانه و تعالی به شک فوج یا گروه گروه فسبح پس تسبیح بگو به حمد ربک به حمد پروردگارت و استغفره و طلب مغفرت بخواه انه یقینا که او تعالی است توابا بسیار توبه پذیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا هنگامی که جاء بیاید
نصر الله نصرت و کمک الله و الفتح و پیروزی و رأیت الناس و ببینی مردم را یدخلون که داخل می شوند فی دین الله در دین الله سبحانه و تعالی افواجا گروه گروه فسبح پس تسبیح بگو به حمد ربک به حمد پروردگارت و استغفره و طلب مغفرت بخواه انه یقینا که الله سبحانه و تعالی کان است توابا بسیار پذیرنده توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زمانی که جا بیاید نصر الله نصرت یا کمک الله سبحانه و تعالی و الفتح و پیروزی و رأیت الناس و ببینید مردم را و یدخلون که داخل می شود فی دین الله در دین الله سبحانه و تعالی افواجا فوج یا گروه گروه فسبح پس تسبیح بگو به حمد ربک به حمد پروردگارت و استغفره و طلب مغفرت بکو انه یقینا که الله سبحانه و تعالی کان از تواب پذیرنده توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح وقتی که بیاد نصرت الله سبحانه و تعالی و فتح و پیروزی و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا و ببینید مردم را که داخل می شود در دین الله سبحانه و تعالی فوج یا گروه گروه فسبح بحمد ربک و استغفرهم پس تسبیح بگو به حمد پروردگارت و طلب مغفرت بخواه انه کان توابا یقینا که الله سبحانه و تعالی پذیرنده توبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء زمانی که بیاید نصر الله نصرت الله سبحانه و تعالی و الفتح و پیروزی و رأیت الناس و ببینید مردم را که یدخلون داخل می شوند فی دین الله در دین الله سبحانه و تعالی افواجا فوج و گروه گروه فسبح پس تسبیح به حمد ربک به حمد ثنا صفت پروردگارت و استغفره و بسیار طلب مغفرت بخواه انه یقینا که کان است الله سبحانه و تعالی تواب بسیار پذیرنده توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما در این درس خود 3 سوره مبارکه را خوانیم با همراه ترجمهش. ان شاء الله کلتان یاد گرفتین ترجمهش. در سوره اول ان اعطیناک الکوثر، در ان اعطیناک الکوثر الله سبحانه و تعالی ان فکرتان باشه الله سبحانه و تعالی در جایی که موضوع عقیده را بیان میکنه لفظ مفرد میده، مثل که قل بگو که هو الله، الله که ذات یگانه است، هو که است بر یک استعمال میشه. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لکن در جایی که الله سبحانه و تعالی عظمت خدا بیان میکنه باز اونجا ضمیر جمع را میره. مثل که ما و شما یک کسی را احترام میکنیم برش تو نمیگیم، چی میگیم؟ شما میگیم. اینال الله سبحانه و تعالی عظمت و قدرت خدا بیان میکنه در اینجا میگه که انا یقینا که ما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اعطیناک دادیم بر تو الکوثر خیر و نیکی بسیار زیاده. تو بود که دشمنای اسلام آمدن، مثل که حال هم بعضی کسایی که بیدین هستن، یک نفر که الله برش اولاد مقدر نکرده باشه، یک تقدیر است. الله بر یک کسی بچه میته، بر یک کسی دختر میته، بر یک کسی دختر و پسر میته، بر یکی هیچ کدام نمیته. این تقدیر الله هست. دشمنای اسلام و انسانهای بدبخت که است در تقدیر الله گپ میزنن، بیادب هستن، بد اخلاق هستن. الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزند داد، لکن فرزندایش در طفولیت فوت کردن. این حکمت الهی بود، به خاطر ازی که الله میدانست والله اعلم که شاید مردم بعد از فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم در فرزند از زیاد چی بکنن، افراط بکنن و یا ای که برای مردم نشان بده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش نمیتونه که بر خود فرزند بده. پس کسایی که میگه ما بر تو بچه میتم، ما بر تو دختر میتم، بریم پیش فلانی مخلوق، بریم پیش فلانی قبری برای ما بچه و دختر بده، مخلوق برای کس نه فرزند و نه بچه و نه دختر داده میتونه. خود پیغمبر بر خود اولاد داده نمیتونه و حتی شفا داده نمیتونه رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ اولادش پیش روش فوت میکنه و بر از او شفا داده نمیتونه. بعضی مردم ها میگن در قبر فلانی برو بر تو شفا میده. پیغمبر بر اولاد خود شفا داده نمیتونه. چرا؟ ابراهیم علیه السلام چی میگفت؟ و اذا مرضت، تو وقتی که من مریض شم فهو یشفین، کی مرا شفا میده؟ الله سبحانه و تعالی مرا شفا میده. پس اینجا الله سبحانه و تعالی برش میگه. بعضی مردم های بیدین گفتن وی پیغمبر بچه نداره، ای که بچه نداشته باشه باز آینده او را عرب ها ابتر میگفتن، یعنی میگفتن که نام ازی و نشان ازی کلش چی میشه؟ گم میشه. در حالی که الله سبحانه و تعالی گفت که ای رسول الله انا اعطیناک، ما بر تو دادیم الکوثر خیری بسیار زیاد، هم نیکی های دنیا را
ام نیکی های آخرته. خیر بزرگ چی هست؟ نیکی های دنیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم امیال به میلیون ها میلیون چی داره؟ امت داره، پیرو داره. یک نفر شاید یک 5 تا بچه داشته باشه، کپ کپ لندغر، شوخ، بد اخلاق، چرسی، قمارباز، پودری، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم به میلیون ها امتی داره که به خاطر از پیغمبر آماده است که خون خدا بریزه. و این رسول الله صلی الله علیه و ما و شما از مادر خود کده، از پدر خود کده، از اولاد خود کده، از فامیل خود کده، از کلی که ما رسول الله صلی الله علیه و چی داریم؟ دوست داریم، حتی از جان خودم کده. اگر مسئله جان ما شو و عزت رسول الله صلی الله علیه و ما آماده هستیم که همین جان خدا هم به خاطر رسول الله صلی الله علیه و قربان بکنیم. پس چی هست؟ الله میگه برای توی رسول الله خیلی بسیار زیاد دادیم. و در آخرت برای چی داده؟ در آخرت برای جنت داده و یک حوضی است که در اونجا انسان ها بسیار که تشنه باشن در روز قیامت. رسول الله صلی الله علیه و خب تو تفسیر قرآن خواندی، یک گلاس آب از اینجا برات میده. تو قرآن احترام کردی، یک گلاس آب کوثر برات میده. تو وقتی که نام یاد شد صلی الله علیه و سلم گفتی، پس برای امت های خود چی میدی؟ خیر کثیر است. کورا وقتی انسان بنوشم بازیگه ایچ او 50,000 سال، روز قیامت خود یک روزش 50,000 سال است. بازی تشنگی قیامت دیگه انسان هیچ احساس نمیکنه، سیراب میباشی، سیراب. فهو فی عیشة راضیه، در زندگی میباشی که زندگیش راضی باشه. پس برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که انا اعطیناک الکوثر، ما برای تو پشت ازی بچه نگرد که حالی به مردم های به عقل میگن. بسیاری وقتا بسیاری پدراست از دست بچه خود تکت تکه است. بسیاری کساست که اولادش نااهل است، پدرش بسیار به تشویش است. میگه ما برای تو امت بسیار بزرگ دادیم، خیر بزرگ دادیم، هم در دنیا و هم در آخرت. فصلی، پس ای رسول الله صلی الله علیه و پس نماز بخوان، لربک، برای کی نماز بخوان؟ فقط بر نام پروردگارت، به نام کسی دیگر نماز نخوان. ما نماز به نام مخلوقات نداریم، فهمیدین؟ یعنی نماز خدا به نام کی بخوانیم؟ خود رسول الله نماز برای کی میخوان؟ به پروردگار. بنده بود، ما هم بنده هستیم. او پیغمبر بود، ما امتش هستیم، لکن کل ما بنده های الله هست. پس میگه فصلی، پس نماز بخوان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لربک، به نام پروردگار. و امت تو هم قسم درس بده که نماز برای کی بخوان؟ لربک، خاص به نام پروردگار. وانحر، و حیوان ذبح بکو، این هم به نام پروردگاره. یعنی هیچ حیوان زیر پای مخلوق، زیر پای بت، زیر پای عروس، زیر پای آجی، زیر پای زیارت پیش از این ذبح نکنین، فقط رو به طرف قبله به نام الله. فهمید؟ یعنی این امر الله هست. کسی که در عقیده امر الله را مخالفت میکنه مشرک میشه. کسی که اگر نماز به نام مخلوق میخوانه، مخلوق در عبادت الله شریک، یا کسی یک حیوانه در زیر پای مخلوق ذبح میکنه، این کلش حتی شرک است. شرک است، شریک کردن اون مخلوق در عبادت الله. الله گفته فصلی لربک، فعل امر است، امر الله است و امر اعتقادی است. یکی امر در عبادت است، یکی در عقیده است. اینجا امر عبادتی که مربوط به عقیده است، عبادت فقط برای الله بکو و ذبحتان فقط برای کی بکو؟ به الله بکو. این نشانیه که یقینا که او دشمنای تو که مخالفت با تو میکنن، هو الابتر، او است که گمنام است، بدنام است. و این اصطلاح دنبوریک است، بر از اونا هست، به خاطر از اینکه در روز آخرت هم به عزت است، در دنیا هم به عزت است. امیل ابو جهل که در مکه مکرمه برین، خانهش در نزدیک کعبه بود، حالا خانه ابو جهل تشناب جور کرده، اونجا تشناب است. و هر وقتی که مردم قصهش میشنوه، اگر امیل یک کس بگه که او بچه تو قوارید بیخی ابو جهل وارث نه، چقدر زورش میده. او امی خندید بیخی ابو جهل وارث میگه، زورش میده. نگو مرا گپ، چطور مرا گپ میزنی؟ اینا حتی اولادایش گم است، هیچ نیست. نسل و نسبش چی شده؟ گم است. از ابو جهل، ابو لهب، امیه ابن خلف، از این کافرها چی است؟ هیچ نسبشان گم است. و اگر کدام تایش بیخی گم شده، اگر باشه مال کس اگر بگی که تو از نواسی ابو لهب هستی یا ابو جهل هستی، خجالت میکشه، پت میکنه. در سوره دیگه که است، باز کافر آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی گفتن؟ گفتن ما یک پیشنهاد داریم، بین ما و شما یک پلورالیسم دینی را پیشنهاد میکنیم، مثل که حالا هم کافران میکارن میکنیم که کل دین ها حق است. خیلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کار کنیم، شما و ما مسلمان شما مسلمان یک سال بین بت های ما را عبادت کنیم و سنگا و چوبایی که ما جور کردیم عبادت کنیم، یک سال باز ما کل ما چی میکنیم؟
عبادت خالق متعال میکنیم. این بین ما و شما خوب یک اتفاق میشه، یک پلورالیسم میشه، یک دوستی میشه، یک صمیمیت میشه. الله سبحانه و تعالی بر رسول الله گفت که هی رسول الله انسان مسلمان یک ثانیه هم حق نداره که چی کنه؟ به غیر الله عبادت. ما حق نداریم، ما حتی اونا را حق گفته نمیتونیم. چی میگه؟ قل یا ایها، بگه ای رسول الله بر از این مردم که ای کافران لا اعبد ما تعبدون، من هیچ وقت عبادت نمیکنم این بت‌ها و این سنگ‌ها و این قبرها و این چیزایی را که چوب‌هایی را که شما عبادت میکنین، برین این چوب‌ها را شما عبادت کنین. من عبادت نمیکنم. ولا انتم، و شما قدر بیدین هستین که عابدون. شما اصلا اگر این کارا رو پیشنهاد میکنین، شما حقیقتا عبادت نمیکنین بر الله. شما میخواین که یک سازش بکنین، به دروغ فریبکاری بکنین. ولا انتم عابدون، و شما عبادت نمیکنین ما آن ذاتی را که اعبد و من عبادت میکنم. ولا انا، باز تکرار میکنه که فکرتان باشه خوب دقیق، خوب تکرار. ولا انا عابد، ما هیچ وقت ما عبادت کننده نیستم. ما عبادتم آنچه را که شما عبادت کردید. ما به این سنگ و به این چوب و به این قبر و به این دستک و برازیه که شما چی میکنید، ما به هیچ وقت عبادت نمیکنم. ولا انتم، باز برشان تکرار، و شما را هم میفهمم که شما هم عبادت کننده نیستین او ذاتی را که ما عبادت میکنم. شما اگر بگوینم فریبکاری میکنین. چرا دشمن انسانای بیدین اگر پیش روی یک نفر نماز هم میخوانن و چی میخوانن؟ برای ریاکاری. بسیاری وقتا یگان انسان بیدین ببینی تسبیح که برای ریاکاری میپرته، یگان نماز برای عبادت برای ریاکاری. میگه ولا انتم عابدون لکم دینکم، برین شما را دینتان ولی دین و بر من دین باشه. این در وقتی بود که مسلمان ها چی بودن؟ ضعیف بودن. باز وقتی که آیات جهاد نازل شد، باز اونجا امرای از کافرایی که بسیار ظلم و تجاوز میکردن چی میکردن؟ باز اونجا امرشان جهاد کردن. در آیت سوره 3 که ما شما خواندیم، در اینجا الله سبحانه و تعالی خبر میده از فتح مکه، فتح بسیار بزرگ. میگه که اذا جاء، وقتی که بیای نصر الله، نصرت الله. یعنی ای پیغمبر، شما و تمام صحابه نمیتونین که شما کار بکنین بدون چی؟ نصرت الله. اما وقتی که امرای شما چی آمد؟ نصر الله، نصرت الله آمد. و الفتح و فتوحات آمد. چیش میشه؟ باز اونجا چی میشه؟ و رأیت الناس، باز ببینیم مردم. وقتی که امرای مسلمانان نصرت الله باشه، باز میگه مردم ببینی که یدخلون فی دین الله افواجا، که اینا داخل میشه در دین الله چه قسم؟ فوج فوج و گروه گروه. باز در اون صورت رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که وقتی که دیدی که مردم گروه گروه به دین اسلام داخل میشه، اینجا باز پیغمبر صلی بسیار متواضع باید باشه. چی باشه؟ فسبح، پس در اموجا بفهم که این نصرت دین الله هست، این نصرت از طرف الله هست، و این فتوحات که است این از طرف الله هست. یعنی مسلمان ها که است الله که بخواه این کارا را میکنه. پس در اینجا پیغمبر صلی چی کو؟ تسبیح به حمد پروردگار بگو، به خاطری که این نصرت و این فتح از طرف از او هست. و استغفره، و در اونجا طلب مغفرت بخواه. انه یقینا که کان الله سبحانه و تعالی هست توابا، بسیار پذیر توبه.